اصلا دولت رها کرده بنگاه ها رو، اصلا دارن دست و پا میزنن تو رکود. چند تاشون به من گفتن آقای رضایی ما توی شرایط دولت میگه پسگردنی هم به ما میزنه، واسه نه تنها کمکمون نمیکنه، یه پسگردنی هم دولت به ما میزنه. واقعا وضعیت اسفباریه. وقتی بعد از مناظره آخر بین محسن رضایی و احمدی نژاد دیدم که محسن رضایی که یه فرمانده جبهه و جنگ بود داشت کسی رو که همه جانبازا و بچهای جنگ دوستش دارن، خانواده شهدا، همه عاشقای مملکت، اونو رئیس جمهور مملکتشون میدونن، به تمسخر میگیره، بدجور دلم شکست. دمای بدنم بالا رفت. با خودم گفتم برم بیرون، هوای تازه شاید برام خوب باشه. اما کاش نمیرفتم. چه قوقایی، انگار یه شب مملکت عوض شده، انگار تمام قانونا یه شب ملغا شده. ولی با خودم گفتم زمان سرنوشت سازیه. این شب تاریخی باید ثبت و ضبط بشه برای آینده ها، تا اونا بتونن بهتر راجع به نخست وزیر دوران جنگ و طرفدارای انتخاباتیش قضاوت کنن. بعد 1-2 ساعت که گنگ و پریشون تو خیابونا گشتم دیگه کلافه بود. دلم می‌خواست یکی باشه درد دل کنه، یکی که شاید بتونه یکم آرومم کنه. ساعت رو نگاه کردم، از 2 گذشته، 2 نصف شب. کی الان میداره که من بتونم باهاش صحبت کنم؟ تو همین فکرها بودم که یه SMS برام اومد. بازش کردم. خیلی خوشحال شدم. آقای سلامت بود. از حال هوای خیابونا سراغ میگرفت. وقتی گفتم فیلم گرفتم، گفت همین الان بیار منم ببینم. این موقع شب. بله. آقای سلامت میخواد ببینه چه خبره تو خیابون. مثل اینکه فقط من نگران نیستم، انگار آشوب دلم از بین رفته. آروم شدم. آخه دارم میرم پیش کسی که 25 سال به علت قطع نخاع در جنگ روی یه تخت خوابیده. اون یکی از صبورترین آدماییست که من تا حالا دیدم، که هنوزم تک تک سلولای بدنش برای مردم و این نظام فداییه. هنوزم منتظره که یه لحظه پیش بیاد بتونه جونش رو فدای این مردم. جا نفس نبود، خیلی شلوغ بود. ما هم اینجا شهادت گفتیم، به خاطر شلوغ بود ما را بردن بالا، با شخص بردن بالا، بردن جلو. البته شلوغ بود، جاتون خالی، خیلی حمایتیت کردن. واقعا مردم با شعورن. اما مریض عدتن بیمار شده، هیچی بیماری آسایشگاه استخونسات و حرکت نگردن، ناچنوای هم اینجا 25 زخم بدبختی ها هم درد کشیدیم، همه سب کردیم، یک تر به ما ندادن. مسئولین همین که الان داره مصابی و آی خاتمی یا همین آی رضایی سر به ما نده، من ندیدم. ولی با قمر حباری آی قمر 5-6 بار هم دعوت کرده، هم اینجا اومده. آی احمد نجات همینجور موقع شهرداری بود، قبلا همون رزمنده بود. احمد نجات داره بر شهرستان ها در بهشون میده، میارده. همین بچه روستایی که گریه میکنه، شوق گریه به آغوشش میگیره، میارده. چی این کار کرد؟ رفسنجانی کار کرد، حاتمی کار کرد، موسوی کار کرد، ولی احمدی که همه کارش انجام داد. حالا ضد مردم شده، دزدی شده، خودشون چی خودشون. این همه خیانت ها دیدیم، واسه مقاومتر هستیم، میجنگیم، هم دعا میکنیم، فعالیت هم داریم، ورزشی علمی، بیکار هم نیستیم. تو جبهه بود اینا ما بودیم، چه خیانت ها با ما کردن، چه خیانت ها. مثل رضایی با کمبود اسلحه، با کمبود بودجه اصلا نمیگذاشتن پیش رو کنن. ما همه بیشتر با اسلحه غنیمتی میجنگیدیم. حالا بعد از 20 سال این همه دیدیم سکوتش و حالا با چه خیانت شروع کردن. ولی من دیدم اشخاصی دستشون سد گرفتن. فیلمشو میخوای ببینیم؟ فیلمشو میخوای ببینیم؟ فیلمتون ببینم. الان نشون خسته نباش.
احمدی بای بای، احمدی بای بای. عدن بدن فتوله، دیکتاتور فتوله. یه هفته، 2 هفته، محمود همون نرفته. یه هفته، 2 هفته، محمود همون نرفته. یه هفته، 2 هفته، محمود همون نرفته. اصلا اونجوری که فکر میکردم نشد. با اشتیاق ازم خواست فیلم رو ببینه، ولی کاش فیلم رو نشونش نمیدادم. تا حالا همیشه با خودم میگفتم کاش من هم سن و سالم به جبهه و جنگ میرسید و حال هوای جبهه رو درک میکردم. ولی الان خوشحالم که جبهه و جنگ و همت و متوسلیان و خرازی و بقیه شهدا رو ندیدم. محسن رضایی زمان جنگ، آقا محسن، اونم ندیدم. میر حسین موسوی زمان جنگ و امامو ندیدم. الان راحت‌تر میتونم این خیابونا رو ببینم، اما دلم برای یه عده خیلی میسوزه. برای جانبازا، خانواده شهدا که همه چیشونو دادن این روزا رو نبینن. این روزا همه دلاشون خونه. دعا کنید خدا صبر بده. حرف آخره، اگر احمدی نژادم رئیس جمهور بشه، این داغ به این راحتی از بین نمیره، مگه اینکه دعای دکتر زودتر مستجاب بشه. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یده. آمین یا رب العالمین.